چطور میتوان با افزایش 93% در 12 ماه به چنین قیمتی برای بیت کوین رسید؟ آیا اصلاً چنین چیزی ممکن است؟ اگر بله، من باید چه کار کنم؟ بیت کوین های شما نباید بدون استفاده بمانند. چرا نباید برای شما کار کنند؟ بیت کوین های خود را فقط در کیف پولتان رها نکنید و منتظر نمانید تا بازار صرفاً از طریق عرضه و تقاضا باعث افزایش ارزش آنها شود. بیت کوین های خود را به صورت هوشمندانه و ایمن در تولید بیت کوین های جدید سرمایه گذاری کنید و بیت کوین های بیشتری به دست آورید که ارزش سبد سرمایه گذاری شما را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. بیت کوین های شما نزد خودتان می ماند و هر 90 روز به طور مستمر 18% بیت کوین اضافی تولید می کنند. شبکه استخراج بیت کوین راز هر دارنده رمزارز است. چطور کار می کند؟ در بتسی شما با بیت کوین های خود کارت های استخراج اجاره می کنید. این کارت های استخراج در مدت 90 روز برای شما 118% بیت کوین تولید می کنند. بعد از 90 روز تمام بیت کوین های خود را با 18% افزایش دوباره در کیف پولتان خواهید داشت. شما فقط یک لایسنس خریداری می کنید که قیمت اون از $100 شروع می شود. قیمت لایسنس بستگی به تعداد کارت‌های استخراجی دارد که می‌خواهید اجاره کنید. این لایسنس به مدت 12 ماه معتبر است. در اینجا یک مثال آورده شده است. در اول نوامبر 2024 قیمت بیت کوین $7100 بود. من بیت کوین هایم را به مدت 90 روز برای استخراج بیت کوین استفاده می‌کنم. در پایان 90 روز بیت کوین هایم را به همراه 18% بیت کوین بیشتر دریافت می‌کنم. شما پرداختی معادل 118% به صورت بیت کوین در کیف پول خود دریافت کرده اید. مقدار بیت کوین هایی که برای هزینه اجاره استفاده شدند معادل 100% است و 18% اضافی از تولید بیت کوین به دست آمده است. این مقدار بیت کوین اکنون معادل $82,718 ارزش دارد. حالا تصمیم میگیرم که آیا 118% بیت کوین تولید شده‌ام را برای بازه دوم به مدت 90 روز دوباره سرمایه گذاری کنم یا نه. در پایان بازه دوم آنقدر بیت کوین بیشتری تولید کردم که مجموع مقدار اون معادل $97,607 ارزش داره. من این بازه را دوباره دیگه هم استفاده خواهم کرد. سپس به مدت 360 روز استخراج بیت کوین انجام دادم و مجوزم منقضی خواهد شد. پس از 360 روز آنقدر بیت کوین بیشتری تولید می کنم که مجموع مقدارم معادل $135,908 ارزش داره. در اول نوامبر 2025 یک سال بعد با تولید اضافی و استفاده از بیت کوین هایم و با فرض ثابت بودن قیمت بیت کوین روی $7100 به افزایش قیمتی ریاضی معادل 93% دست یافتم. در حالی که بازار هیچ افزایشی نشان نمی‌دهد، سبد سرمایه گذاری من 93% رشد می‌کند. اگر قیمت بیت کوین در این مدت افزایش پیدا کند و ثابت نماند، محاسبه به چه صورت خواهد بود؟ ما در اینجا این محاسبه را انجام نمی‌دهیم. اما یک چیز قطعی است. سبد سرمایه گذاری من حتی بیشتر رشد خواهد کرد. حالا شما پس از 360 روز حتی اگر قیمت بیت کوین روی $7100 ثابت بماند، افزایش ارزش سبد سرمایه گذاری معادل 93% خواهید داشت. ماینینگ گرید از دبی یکی از بزرگترین ارائه دهندگان شبکه ماینینگ در بازار است. اجازه بدهید توضیح دهم که استخراج بیت کوین چگونه کار می‌کند. شما اطلاعات لازم را از کسی که این ویدیو را برایتان فرستاده دریافت خواهید کرد. ماینینگ گرید از شما بابت علاقه‌تان تشکر می‌کند.